چیزی که در اختیار شما نیست، در خدمت شما نیست، فروختنش درست نیست. یعنی اگر فروختید و پول در آوردید و فایده و سود حاصل کردید حرامه، معنیش همیست. بعد مثال زدیم شما به درب دکان و مغازه می روید، می خواهید حالا یک جنس خریداری کنید، او طرف یعنی دکاندار فروشنده حالا 2 عدد دار از همون چیزی که شما می خواهید، بعد شما 5 عدد خریدنی هستید از او 5 عدد را به شما می فروشد، 2 عددش به دکان موجود است، 3 عددش موجود نیست. بعد از اینکه به شما می فروشه باز رفته از دکان دیگری، نه گدام خودش، حالا گدام خودش که در ملک خودشه، از یک دکان دیگری دوباره خریده آورده به تو می فروشه. بعد از اینکه بیع و معامله را با تو میبنده، عقد و قرارداد با تو میبنده، این حرامه. رسول الله گفتن از این تو سوداها من کردن امت را. به 10 افغانی خریده و میگوید به 15 خریدم و از روی 15 به 20 میفروشه، یعنی یک دروغ بالاخره از خودش اختراع میکنه و یا قسم میخوره، سوگن یاد میکنه. اینها معاملات است که بالاخره مال را حرام میکنه. رسول مقبول صلوات الله علیه میفرمایند که انی لاتقلب الى اهلی فاجد التمرة ساقطة على فراشي فارفعها لآكلها ثم اخشى ان تكون صدقة فألقيها او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم. رسول خدا صلوات الله علیه می فرمایند بعضی از اوقات، یعنی در برخی از موارد چنین شده که من به خانواده خود بر می گردم، به خانه خودم بر می گردم، فاجد التمرة ساقطة على فراشی، می بینم که یک دانه خرما افتیده در بستره و لحاف من، فارفعها، او را بر می دارم از زمین، لآکلها، تا او را بخورم، تناول کنم، ثم اخشى ان تكون صدقه، بعد احساس می کنم که شاید این مال زکات باشه، فألقیها، پس همی یک دانه خرما را می اندازم، نمی خورم. حرام خوردن و نماز خواندن، حرام خوردن و عبادت کردن، حرام خوردن و ذکر کردن، تهجد خواندن مثل همیست که بر روی نجاست سبزه برویه، تخم را بر روی نجاست پاش بدهی و سبزه برویه، مثل این میمون. لذا حضرت ابو هریره رضی الله عنه نقل می کند که اخذ الحسن بن علی رضی الله عنهما تمرة من تمر الصدقه فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال اما شعرت ان لا نأكل الصدقه. روایت بخاری است. نواسه رسول خدا صلوات الله علیه حضرت حسن ابن علی یک خرما را از خرماهای زکات و بیت المال، یک خرما از خرماهای زکات و بیت المال را گرفت و فجعلها فی فیه، او را به دهانش گذاشت. پیامبر گفتن که کخ کخ، رسول الله گفتن کخ کخ کخ. چرا؟ لیطرحها، تا این خرما را بیاندازه، تف بده. فقال، رسول الله گفتن اما شعرت انا لا نأکل الصدقه، ای حسن آیا تو خبر نیستی که ما از خوردن مال زکات و بیت المال منع شدیم و نباید بخوریم از این؟